بنده امین فردین به همراه تیمم. اینکه علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومانه؟ سلام جام جهانی. متهمان خانواده بنیتا کشف تولدی که ناتمام و جعبه سیاه کشتی را برنامه اینترنتی پشت پرده. برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا. ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم. پشت پرده. سلام، بنده امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. بس قصد داریم که پشت پرده های پنهان مافیای صنعت خودروسازی در ایران رو برای شما افشا بکنیم. میدونید که دولت چند سالی تصمیم گرفته که شرکت‌های دولتی رو به سمت خصوصی سازی هدایت بکنه. اما در صنعت خودروسازی قضیه کمی پیچیده‌تره. تا حالا از خودتون پرسیدید در طول 40 سال عمر جمهوری اسلامی ایران ما در تمام صنعت‌ها تونستیم پیشرفت بکنیم؟ همیشه ادعا کردیم در صنعت موشک سازی، در صنعت هسته‌ای، اما چرا در صنعت خودروسازی ما همچنان همون پرایدهای داغون و همون وانت‌ها و همون 206 ها رو داریم و هیچ وقت نتونستیم تو صنعت خودروسازی پیشرفت بکنیم؟ برای اینکه در صنعت خودروسازی باند فرانسوی‌ها و پاریسی‌ها وجود داره. باندی که اجازه نمیدن صنعت خودروسازی در ایران پیشرفت بکنه. باندی که در قالب شرکتایی که تجهیز کننده، تولید کننده و تامین کننده قطعات ایران خودرو اجازه نمیدن که شرکت‌های بزرگ خودروسازی نه داخل ایران کارخونه داشته باشن، نه بتونن داخل ایران فعالیتی داشته باشن. خیلی از مردم واقعا دوست دارن بدونن که چرا کره 10 سال بعد ما شروع کرد الان وضعیت خودروش اینه. چرا ما نمیتونیم؟ گره کار کجاست آقای دکتر؟ جزو مسائل دولت که گفتید و اینها. جناب رشید، من فکر کنم ما با مردم رو راست نیستیم تو صنعت خودرو. یعنی این مشکل رو راست نبودن ما با مردم تو صنعت خودرو باعث میشه که این مشکلات ایجاد کنه. اینه که ما یه فسادی در صنعت خودرو داریم، یه مافیایی داریم، مافیای قطع ساز و خرید از خارج. این چیکار میکنه؟ اگر بخواد این بحث داخلی سازی رو، اگر بخواد بحث توسعه و طراحی محصول رو ایرانی بکنه، با ایرانی کار کنه، با دانشگاه کار کنه، این چیزی دستش نمیاد. ولی وقتی میره خارج، از رانت‌ها و فسادهایی که متاسفانه در خرید از خارج هست باعث میشه که چی؟ یه عده سود ببرن. شما این همه میبینید یک شبه میلیاردر میشن از بخشای خریدای مختلف خارجی، به خاطر همین چیزاست. وگرنه چرا ما برای صادرات اینقدر ولع نداریم؟ ما 3 کشور همین اخیر، روسیه، عراق و قطر، در وارداتشون باز شد. ما نزدیکترین کشور به اینا بودیم دیگه. باید این بازارها رو به سرعت میگرفتیم با صادراتمون. کسی اصلا دنبالش هم نمیره. چرا؟ چون در اونجا رانت نیست، امکانات سوء استفاده نیست. ما در ایران متاسفانه افرادی که هستن تو جاهای مختلف، شما برین قطع سازا رو نگاه کنید. تو قطع، من خوندم مثلا مدیر عامل سابقه گفته بود ما 600 تا قطع ساز داریم. 600 تا قطع ساز داریم، ولی چی میسازن؟ موکت میسازن، صندلی میسازن، روکش صندلی میسازن. حتی کسایی که در خارج از ایران زندگی میکنن میدونن که با حقوق چند ماهشون میتونن یکی از بهترین ماشین‌های دنیا رو سوار بشن. اما تو ایران شما با حقوق 10 سالت میتونی یک پراید داغون رو سوار بشی که با یک تصادف ممکنه حادثه‌های زیادی رو ایجاد بکنه. امروز میخوایم برای اولین بار اسناد و مدارک محرمانه‌ای رو به شما نشون بدیم که نشون میده یکی از شرکت‌های خصوصی در قالب خرید و واگذاری شرکت ایران خودرو به بخش خصوصی در کمتر از 10 روز رانت 12 میلیارد تومانی کرده. شما چه صنعتی رو میتونید در ایران داشته باشید که در کمتر از 10 روز بتونید 12 میلیارد رانت بکنید؟ این پشت پرده‌ای هستش که هیچ وقت نمیخوان صنعت خودروسازی در ایران پیشرفت بکنه و امروز ما افشا میکنیم پشت پرده‌های پنهان این مافیای خودروسازی در ایران رو. اینو کارشناسا دیدن، میگن ثمن 5-6 میلیون تومنه. این کی هم حرفی زده؟ کارشناسا همون کارشناسا که شما میگی رفتن بازدید شرکت رو کردن. متاسفانه اونها از کارشناسی هیچی نمیدونن. من با جرئت میگم بله، ما کارشناسیم که این صنعت خودرومونه. ما اینا رو به جامعه تزریق نکنید. این خیانته.
خیانت اینه که شما سالی 17000 آدم داری میکشی، شما سالی 330,000 نفر داری مصدوم میکنی، سال 12000 زن سرپرست خانواده به جامعه اضافه میکنی، سالی 5000 نفر به قطار دیگه هوا از بین میبری. من متهم خیانت خائن کسانی هستند که به بهانه ارزش ارز با بهانه مشکلات ارزی. آقای ملک اجازه من صحبت کنم. بله دیدید دیگه صحبت یکی از نماینده‌های مجلس رو با یکی از نماینده‌های ایران خودرو بود که نماینده ایران خودرو که هیچ رقمه زیر بار نمیرن و فقط ماشین‌های آشغال تولید میکنن و در اختیار مردم میذارن. اما برای اولین بار اینجا میخوایم به شما نشون بدیم سندی که نشون میده در تابستان سال 1388 شرکتی تحت عنوان شرکت بازرگانی سپهر ایرانیان کیش که یکی از سهامداران ایران خودروه در قالب خصوصی سازی سهام شرکت ایران خودرو رو به 6 شرکت واگذار میکنه. میبینید که طرفین معامله هم نوشته دیگه شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان به شماره 227124 به آدرس بولوار میرداماد خیابان بهروز پلاک 37. خریداران هم نوشته در صفحه دوم قرارداد لیست شرکت ها رو میبینید که شرکت تعاونی خاص کارگران ایران خودرو 34% از سهام و به ارزش 3 میلیارد و 400 میلیون خرید. اما شرکت دوم که بحث اصلی برنامه پشت پرده هستش شرکت سرمایه‌گذاری اوزام هستش که شرکت سرمایه‌گذاری اوزام با مبلغ 3 میلیارد و 175 میلیون تومان 31.75% از سهام شرکت بازرگانی سپهر ایرانیان کیش به عنوان یکی از مالکان ایران خودرو رو خریداری کرده. در جدول 3 که یک جدول پایینتر از این جدول هستش که میبینید روی تصویر نشون میده که شرکت سرمایه‌گذاری اوزام در تاریخ 2 مرداد 1389 مبلغ 3 میلیارد و 175 میلیون تومان در قالب چکی از بانک ملی سهام خودش رو پرداخت کرده. اما به تاریخ‌های بعدی که نگاه میکنیم همه در یک ماه قبلتر یعنی در تاریخ تیر ماه سهام خودشون رو پرداخت کردن و شرکت سرمایه‌گذاری اوزام 15 روز دیرتر مبلغ خودش رو پرداخت کرده. اما در صفحه سوم قرارداد اتفاق جالبی میفته. در صفحه سوم قرارداد نشون داده شده که شرکت سرمایه‌گذاری اوزام که به گروه قطع سازی اوزام هم معروف هستش خب قبلا یه سری قطعات رو از ایران خودرو میگرفته و به نمایندگی خودش که بیش از 12 تا نمایندگی داره میفروخته و یک بدهی 15 میلیارد تومانی به شرکت ایران خودرو داشته. اما بعد از اینکه سهام این شرکت رو میخره در صفحه سوم نوشته میشه که بقیه بدهی این شرکت بخشیده میشه. یعنی شما 3 میلیارد تومان بابت سهام این شرکت پرداخت کردید و بدهی 15 میلیارد تومانیتون بخشیده شده. یعنی شما این وسط یک رانت 12 میلیارد تومانی در کمتر از 10-12 روز گرفتید. یعنی رفتید یه سهام شرکت رو خریدید، 15 میلیارد بدهی داشتید، 3 میلیارد پرداخت کردید برای سهام اون شرکت و 12 میلیاردتون بخشیده شده. و این شرکت هایی که تولید کننده و تامین کننده قطعات هستن مثل گروه خودروسازی و قطع سازی اوزام هیچ وقت دوست نداره که شرکت های بزرگی مثل بنز، بی ام و فورد داخل ایران کارخونه داشته باشن. ایران خودرو هیچ وقت دوست نداره که این شرکت‌های بزرگ توی ایران کارخونه داشته باشن. سایپا دوست نداره به خاطر اینکه برای خودشون رقیب می‌بینن اینها رو. و اگر اونها بیان که دیگه عملاً بعد ایران خودرو سایپا بزنن گاراژ دیگه، یعنی ورشکسته میشن. بعدش هم اگر این اتفاقات بیفته میگن شما دارید حمایت میکنید از تولید کشورهای بیگانه، امام و انقلاب اسلام به خطر افتاد. اینکه جون مردم رو به خطر میندازن، اینکه باعث میشن که اتفاقات عجیب و غریب بیفته، اونا مهم نیست. این رانتای میلیاردی که اتفاق میفته مهم نیست. یعنی امام و انقلاب اسلام به خطر نمیفته. خبرگزاریان خب همه قربونش برم خفه خون گرفتن، نمیان این رانتا رو به مردم بگن. ولی یه شرکتی کافیه بیاد تو ایران بخواد سرمایه گذاری بکنه. به خودتون تا حالا پرسیدید که چرا الان 20 سال پراید در ایران فعالیت میکنه؟ پیکان رو از دور خارج کردن به خاطر بعد رفتن آردی تولید کردن، موتورش گذاشتن رو آردی. هر 5 سال یک بار به قولی که از این کسایی که سخنرانی میکرد و آدم سرشناسی هم هست میگفت یه خودرو جدید وارد بازار میکردن که دهن مردم رو ببندن و همیشه هم رسانه‌ها سکوت میکنن در خصوص این رانت و لابیا. چرا؟ چون این شرکت‌های پولداری ان، میرن رسانه‌ها رو میخرن، نمیدونم فروش سهامشون و تبلیغاتشون رو میدن به خبرگزاری‌ها. خبرگزارا نمیتونن علیشون خبر بزنن که، صدا و سیما که نمیتونه علیشون خبر بزنه که، به خاطر اینکه
پول حرف اول میزنه. اما ما در رسانه پشت پرده هیچ خط قرمزی نداریم و افشا میکنیم هویت کسی که بخواد سر مردم رو کلاه بذاره و اینکه بخواید ماشین آشغالی و داغون در اختیار مردم بذارید حق الناس. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید، این ویدیوها رو به اشتراک بذارید، چون این اسناد و مدارک تو ایران سانسور میشه، یعنی رسانه‌ها منتشر نمی‌کنن و ما سعی می‌کنیم در قالب ویدیو و مستند اینها رو پخش بکنیم که مردم آگاه بشن و آبروی این شرکتایی که دارن از حق من و شما استفاده میکنن برای رانت و لابیشون رو میبری و نمیذاریم یک آب خوش از گلوشون پایین بره. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. ویدیو رو لایک کنید، اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو هم سابسکرایب بکنید و ما رو دنبال بکنید در روزهای آینده. و این مافیای خودرو مثل مافیای موسیقی قسمت به قسمت ما سعی می‌کنیم که هر قسمت به یک موضوع و یک رانت در این شرکت ها بپردازید. مرسی که تا این لحظه با ما بودید.